میگم خدا چی خواه میگیره رفت خوابیدی پا پول نداره کارت آب انار میفهمه خانم آب انار فهمی خانم خیلی خوش اومد رو به انار 580 خانم بابا داد اینم دستم خوش اناره آب اناره به دلت رسیده برای روی سالات مهمه گفتم خانم سلام خوب شما گفتی شاید برنگردی آره من چه کاری نشم درت تو سرم خودت نگرشی خانم ماسپوستین ما رو تست میکنین بارسو هم تازه است تست کنید فقط ما رو بیار فیلمی بیا اینجا برای آب انار سیاه شیراز پرخاصیت داره آبیوه جشنواره‌مونه واسه سرماخوردگی تب سلفه و کاهش فشار خون خوبه. بیا جلو تمام دیگه هم تست بده. اینم آلبالو زرش زغال‌اخته است. نیایش این آلبالو زرش زغال‌اخته است. پرخاصیت داره آبیوه قرمز مونه. خانم یه هر سال 50 تا بشه. شاپ آب انار قرمز اونم در حضور خودتون آبگیری میشه. بفرمایید خانوما ترشی زیتون سوغات رودبار از 650 تا 750 کشک بوز هم نزدیکترین شیر به شیر مادره تنها لبنیاتیه که آهن و لاکتوز نداره جذب کلسیم و پروتئینش فوق العاده بالاست خانم شما چیه؟ کدوم این مال شطور این دیگه درصدی حتی نمک هم نداره هر کدوم بخوای 580 نه قربونت برم من 650 تا 750 شطوریه دیگه ذره‌ای هم نمک نداره تفتش گرمه 8 برابر گوشت قرمز پروتئین 750 این چی؟ 700 بخوای ترکیبی هم میتونم بریزم قیمت وسط بذارم واسهتون هر یکی آره یه گوشتش ذره از این بدین یه ذره از این فقط
توش چیه؟ این زیتونه توش چیه؟ رنگی؟ پیوندیه، پیوند خورده با بلوبری، بغلیش هم پیوند خورده با آلبوم جاکری. 240 هم قابل هم نمیشه اینا حبه قندی شده ریزه با چایی فوق‌العاده است اینا قوطی ها 400یه اینا 300 سلام گلاب کاشونه بیا کلیپتو کامل کنم دوباره بگیرم اون بالا ما کاشونی و برزاک اومدیم برو درسته این شربت بهاره تست کن بفرما قهوه خودمه کلیپتو بیاری اینجا هم به تست کن توضیح میدم اون دونه عینه بگیری ببینم خواستش آرام بخشه چربی سوزه آرام بخشه این آبرسونی کبدت شاتره است کاستی مال کبدته ست سیب بغلق مال قند میاره پایین آبیشه ویروستو میکشه علمنا معدت نفت معدت داچه قندتو میسوزونه گلابه همه میدونن هلم مال چای شربت بهاره بهار نارنج این نگاه خودم قهوه میخوام شربت بده نیا کن این دارچینه خب بگیر اینو عرق دارچین آره این قهوه خودمه سلام وایسی تست بدم چه خبر بیا جلو بگم چیه من تو قهوه خودم میزنم هلو تو قهوه من نمیزنم من دارچین تو قهوه میزنم بو کن این عرق هله اکبر شده بهار نارنجه بو کن خیلی عالیه بو کن این برای یک قوری چایه به 20 نفر باید چای بدی ها این آقا شوهرته یه ذره بسوزونمش بیا اینو بگیر ببین اینا شهد خالصه و 5 برابر تا 7 برابر قاطی می‌کنی خب اینجا نوشته چی بیدمه زعفرون نه نوشته زعفرون بیدمش که اینا بعد پایه عرقیاته خب شهدو میریزی رو یخ 20 دقیقه بعد آب میریزی عطرش در بیاد جا بیفته چی داره تو آردش؟ آرد سموسه. چی میدونم چی توش میزنین؟ تخم مرغ هم داره؟ من قبل نمی‌کنم.